خب الان اومدیم بیرون از محوطه لابی و اینجا باز یه گاردن کوچیک هست. اینا خودشون میگن باغچه. یه گاردن، البته به زبان ترکی، یه گاردن کوچیک هستش و فضای بسیار عالی داره، رو به دریا و خیلی خوشگل. باز وارد یکی از رستوران های زیبای مریت میشیم. بعد از که این بیچ رو از این بالا میبینیم که مسافرهای روس و اروپایی و اسکاندیناوی این آفتاب براشون چله تابستونه. الان تو اردیبهشتیم ولی برای اینا گرمه و تو آبن شنا میکنن. آره ولی من یخ میذارم بعد اگه خود هوا بهتر بشه. خب الان وارد این رستوران خوشگله میشیم که انواع اقسام شراب و این رو دارن که من اینجوری براتون بکنم. بله انواع اقسام شراب و خلاصه زیبا دیگه. هر آنچه از زیبایی بگم خوبه. من همیشه این میز پذیرایی رو دوست دارم چون دقیقا بالای دریا قرار گرفته و اینجا به راحتی میتونیم دریا رو ببینیم. این هم که همه صخره که با هم اومدیم. فقط زیبایی‌هاش رو ببینید، خیلی خوشگله. و بعد دوباره وارد این گل‌های زیبا و بعد دوباره وارد لابی میشیم. از اینجا باز راه داره به صخره‌شون و باز اومدیم کجا؟ دوباره اینجا که یه خانم عزیز می نوازن. بسیار عالی. میبوسمتون. بای بای.